رئیس جمهور در بازدیدی بدون اطلاع قبلی و میدانی از یکی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نزدیک در جریان چرخه توزیع کالاهای اساسی و اقلام زیستی مورد نیاز مردم قرار گرفت. خسته نباشید. سلامت باشید. همه چیز هم هست میگن. امید خدا. در این بازدید آقای پزشکیان رو استاندار تهران همراهی می‌کرد. مجبور امکانات زیرانداز چادر دفاع کردیم در داخل مساجد برای که از هر زمانی نیاز بشه به سرعت ما قرار قدم بزنیم. میگم اسکان مساجد کاملا دادن چیزا کوشش می‌کنیم. در این میون رئیس جمهور تاکید داشت بر ضرورت حفظ ثبات قیمت‌ها و پایداری دسترسی آحاد جامعه به مایحتاج ضروریشون. و همین فروکالا باعث شده رو قیمت‌ها اثر بده. جانم آقایی قربون شما. در این نظارت میدانی شاهد گفتگوهای صمیمانه بین رئیس جمهور و مردم بودیم. یا شیرازم سلامت الله سلام. احوال شما سلام مبارک. سلامت باشید. چشم امید داریم. خدا کمک کنه که شرمنده نشید. خیلی حواستون باشه. ان شاءالله خدا بهتون کمک کنه. قربون شما. سلامت. آقای پزشکیان هر فروشگاه و هر مرکز عرضه کالا رو سنگری در برابر جنگ ترکیبی و همه جانبه دشمن میدونست و تاکید کرد حفظ آرامش بازار و اطمینان بخشی به شهروندان در خصوص وفور کالا کمتر از مجاهدت در جبهه‌های نبرد نیست. خدمات بعدی رو هم در حقیقت داریم تکمیل بکنیم. رئیس جمهور همچنین دستورات لازم را جهت تسهیل در لوجستیک کالاهای راهبردی و حمایت مضاعف از بنگاه‌های توزیعی صادر و بر نظارت مستمر بر قیمت‌ها جهت جلوگیری از هر گونه اجحاف در حق مصرف کنندگان تاکید کرد. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. موفق باشید.